سلام دوستان، خوش اومدید به ویدیوی جدید ماینکرافت، اونم پارت 2. عید به همگیتون تبریک میگن. لایک، سابسکرایب و زنگوله فراموش نشه و حتما اینجا کامنت کن. ایدی چقدر گرفتی شدی مالا. پس بریم سراغ ویدیو. سلام دوستان، خوش اومدید به این ویدیو. من از اون سری دست زومبی اینجا فرار کردم، زنده موندم. فکر کردی مردم؟ نه، داشت محمد ساله به همین زودی باخت نمیده. حالا اومدم این دفعه بریم دنبال یکم دایموند بگردیم. بیام یه دقیقه تو تنظیمات ببینم، هم ببینم چند روز از سریمون رو شروع کردیم. کوش بچه این همیشه این دوتا گزینه رو فعال کنید. این به شما، این یکی که خاموش بکنم، بهتون روزا رو نشون میده. این یکی بهتون جایی که هستین رو نشون میده. الان من توی منفی 17 هستم و خیلی برام پایین. با اون دیگه به کارش نرم. هوی صدا هم یا اینکه بریم بالا دنبال یه بیس بگردیم، روز بعد بریم دنبال دایموند. این هم میشه، ولی من باید به تان میلی که زدم باید وفادار باشم. بچه این مادپک ها هم اگه بخوایم براتون میتونم تو کانال تلگرام درست کنم بذارم. مادپک های عالی هستن برای بدراک. یکم دیگه آیرون ماین کنیم به مشکل برم. اگه یادتون باشه سری قبل پارت 1 تونستم فول آیرون شم و یکی از اهداف های مهم این سری رو درست کنم، ولی فکر نکن از اونجا دیگه بر نگشتم بالا که چی درست کنم، چون حجم ویدیو اصلا 10 گیگ نشد. نه، حجمش خیلی کم آجی. وای همون پایین بمونیم. کنکش ای بالا میسلمت. ست قلب داره. ای با این گلدارم بکنیم بعدا ترید کنیم. بچه قبل از اینکه یادم بره لایک، سابسکرایب و زنگوله رو فراموش نکنی. عشقای داداشم که حال داشته باشه. خودش سخت ویدیو درست کرده. او وردن من ملانی خودت بگو تلای. انگاری از اون دیشم نه ایکس پی میده. بچه یه چیزی یادمه، ببینم میتونم بسازم. یه دونه هوی به من بده. وقتی که هوی داشته باشی اینا ایکس پی فراوان. دیگه زغالم نداریم. ایکس پی بچه همیشه حواست به اینا باشه، امکان داره زیر اینا دایموند هم حتی پیدا شه. ایکس پی فراوان. بعضش رو اگه بهتون نگفتم توی این مادپک من دارم که میتونی با گرفتن تورش تو دستت نور داشته باشی. بریم ببینیم این طرف چیه داره. بریم زیر اینا دایموند مایمون شنیدم زیاد پیدا میشه. تورشو بده. او او نو 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 فرار فرار فرار. نه 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 نه. وای آی چیز زیاد بودن اینجا. خب این هستی. سلام اینجا بیفانس.
بچه ها اگه من نوبم به بزرگی خودتون ببخشید. حاجی من یادم رفت تو چه ارتفاعی دایموند پیدا میشد، خدای وکیلی یادم نمی. یا زامبیه دیگه. بیا اینجا، بیا اینجا شما آدم بشو نیست. سبز بود به گل آراسته شد، برادر فردوسی پور. به به اندرمنم اومد. آقا من از این سوراخ اومدم یادم نمیاد. جسا زورد. آیرون فکر نکنم بکنیم مفته. آیرون کجا بود؟ بیا تو هم بیا اینجا. خوبه کریپر نیستیم دارم. به لاکردار حلال زاده است. بچه ها به کوهش رفتن. کونی پدر بیا اینجا بکنمش. آخش پدر سگ میتونست ما رو به فوت بده. یکی نیست این دور اطراف. واردن بیاد دهنم پارست. خوشی هویو ساختم. هوی 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 به دنبال زغال یا دایمن که باشی. آخه میمیرم نباش. آخ نه بچه انگار من باید برم یک تحقیقات انجام بدم. یادم رفته را کجا بوده. من برم تحقیقات کنم بیا. سلامی دوباره. من بعد از تحقیقات فراوان فهمیدم که منفی 48 که الان طولش واسه تا منفی 59 دایموند پیدا میشه و همین رو مستقیم میکنیم به پشت میریم و جای درست اومدیم که بلکه دایموند لاقل 5 تا پیدا کنیم، یه پیککس و یک اینچنتینگ تیبل بشه. من اوک معمولی ندارم. اوک ای توف توش توف 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 توف. زغال نداریم. زغال اینجا پیدا نمیشه متاسفم. خب مجبوریم اینو نمیشه اینو همجور بذاریم. نه دوتا تورچ میخواد. کجا بود تست دور ساختش؟ انگار نمیشه. منفی 48 رو میکنیم.
دایموند یس دایموند باید بازم باشه همین یکی یعنی این همه من رشته گذار کردم آخرم یه توف بندازی که دست خیلی کسافت شاید بازم چیزی هم نمیشه تش یکم آیرون به دست میدم یکی بیام وای زامبی میموندن زورد میر با بگیریم قدرت تشخیصم بالا رفته صدا پا میگیرم وای دیگه اون صدای او رو نمیتونستم فشارش که ترش نده البته میشه یه کاری کرد اگه بچه ها بگم تقلب به حساب نگیرم یه مادی من دارم که همه جا رو روشن بایستی روشنش کنم این و شما با این به به دیگه اون دکمه رو فعال کردم میتونم همه جا رو خوب بمونم بدون تورچ خلاصین دو سگدمی خب از این بعد این روشن خاموش نمیشه با دنبال چی بودی؟ یادم دایموند به راحتی دنبال دایموند میگرد دنبالت میام هر جا که باشی آخه میمیرم نباشی لعنت بود باردن نیاد یه بار دیگه صدا بده تموم اگه یه بار دیگه صدا میداد واردن میمد دهنم سرویس دنبال دایموند زیری چه XP هم داره ما هم بهتر XP چیه؟ زامبی موز بمیر اندرمن یه دایموند دارید کریستال شو رو داری هرچه اینه که بیاین دورش از اینا داره یعنی خودشون کریستال توی نمیخواد مانتاکی بزنه بازم میگم اگه این مانتاک رو میخواین توی کامنت ها بگین که توی چنل تلگرام هم براتون بزنم برداریم بهترین موضوعی بدراک رو به شخص دست اگه خودش نگفته خودم دارم شخصی تبدیل بشه میکنم که موضوعی فوق‌العاده این سرها رو بدونم خودم عاشق موضوعی
دایموند همش هم بالای 5 تا نیاز دارم. چی؟ اینه. صنعت خوشگل من تو رو خدا بیشتر باش. دهنت سرویس. یعنی دیگه همین یه دونه دیگه بی نام. سطل آبم نداریم. کلاچ با چی کنیم؟ تخت. این کلاچ زارد. دایموند تو ارتفاعات دایموند راحت پیدا میشه که عوضی دونه میده. این کجا افتادم؟ بریم پایین نداره. دایموند بابا بی تربیت نیست در جهان این دایموند. آقا من 5 تا لازم دارم. 5 تا ما بگیرم رفتم پشتم هم نگاه نمیکنم. صدا نده. دایموند بچه ها لگ رو نمیدونم شما احساس میکنی یا ولی من که خیلی احساس میکنم. دایموند اینام آبیان یه چی بزنم. به عجب بی‌ناصر چه قیمت دارم. نوچ یعنی قاری این بزرگی خوب 2 تا دایموند بیشتر نداشت یا لاغل من پیدا نکنم. جیت میزنیم نیست. بازم جیت میزنیم تو بعد میام دایما میشه حالا حال بده من هیچ بگونیم از هرچی بگذارم از این طلاهای دیگه رفتن عوضی 3 تا هم نشد بگیم پیککس بسازیم. ای جان دایموند بار دست درد نکنه. من اگه فراری نمیداد این خوشگلا رو پیدا نمی‌کردم. آقا به هدف ویدیو رسیدیم 6 تا دایموند. تازه یه دایموند هم میتونیم بزنیم دکور. همین راهو بگیریم بعد فرار کنیم رو به بالا ببینیم بایوم بالا سرمون چه شکلیه. پشمام ریخت نگو اونجا اسم
اسپان نشد یهو بالا اسپان شد. از اینجا بکنیم بریم بالا. اگه این چیه رو نمیزدم این موزه که باز میشد همینجا روشن بشه فکر نکنم میتونستم دایموند پیدا کنم. آقا تقلبکار نگین ها، تقصیر من چیه؟ من دارم بدراک پلیرم مثل جاوا نیستم با یه تنظیمات رنگی همه جور روشن کنم، مجبورم ماد بزنم. این هنوز اینجاست، صدا بو کشیدنش تا اینجا میاد. الفرا ما که رفتیم نگران چون لق رو وارده. الفرا همچنان صدا نفس کشیدنش میاد. قشنگ احساس میکنم چند بلوکی ولکن. من رفتم منفی 25 هنوز داره صداش میاد. شاید بازی باگ خورده. هرچی که جامون امن و امانه ولی همچنان صداش میاد. برو تو زمینت دیگه تا کی برو میکشی. این تا منو نگیره ما نمیره. این واردن تا منو نکشه آروم قرار نداره. رسیدم به منفی، رسیدم به 0 هنوز داره صداش میاد. عجب بلو داره. من دیگه گوجه بخورم بیام تو قاری که اینجوری واردن اسپان میشه. همچنان صداش میاد، همچنان هم میاد. دیگه آیرون نداریم، مجبوریم یه کلنگ پیککسیمون رو افتتاح بگردم. باگ آره بچه ها باگ سگی خورده. از الان میتونم کلنگ بسازم. کلنگ سنگی بزن. آره بچه ها گیر کردم باگ سگ خورده. نمیسازه بچه ها. من بازی رو میبندم دوباره میام. شاید باگ هم نگاه کن صدای واردن هنوز میاد، هم دیگه نمیشه چیزی کرافت کرد. من میرم ببینم چی میشه. سلام مجدد. انگاری باگ برطرف شد. خدایی صدای واردن بدجور رو مخم بود. و اینم افتتاح میکنیم کلنگ دایماندی. الان بچه ها وضعیت من ببین. سر رو صندلی بایستادم داشتم فوزیل پنجره میکردم تو بسیار بشین این آهنا رو بکنیم. حاجی این باگ ما رو ول نمیکنه. من رسیدم به سطح زمین هنوز صدای واردن میاد. بچه ها الان رفتم رو سطح، میخوام دنبال یه جا بگردم برای ساخت بیس. شما الان چند تا ایده تو نظرم دارم ولی دوست دارم از شما بپرسم. بیس رو توی کوه بسازیم، توی دریا، روی زمین، زیر زمین یا رو هوا؟ کدوم یک بهتر است؟ حتما توی کامنت ها بگید. نمیرسیم حتی. چقدر کلنگ دایموندی خوبه. من
بچه ها الان روز 4 هستیم. ببینیم میتونیم بازی رو تا 100 روز نگردیم و تا موقع فول لایموند و فول ندرایت بشیم یا نه. دارم احساسش میکنم، دارم سطح رو میبینم، چیزی نمونده. اوه، بعد از این همه وقت خواب میچسبه. بخیش عجب جایی هم اسپان شده، واقعا زیباست، غیر از اون اسکلتونه. آخ نگل پامکین به نظر میاد تو بالا ویلیج باشه. بعدم نمیاد یه سری گوشی آب بده. آی آخش بالاخره رو دیدم. فشار خوردم این همه مدت داشتم ماین میکردم، آخرم یه واردن افتاد دنبالم. جای قشنگی بر بیس ساختم. اگه یه دونه آیم چری هم بذاریم تنگش، اوف، حتی جا برای ماین کردن هم هست. حالا اینجا من پامکین دیدم، ببینیم که واقعا اینجا ولیج هست. ای دیوس پدر، من نمیدونم با خاطر تو چقدر توی مکافات افتادم. کوهنوردی هم باید به لیست کارهای سخت دنیا اضافه کنم. اینجاست که میگوییم ویلیج که نیست. ادامه میده. لگو بگیر. حاجی FPS من چنده؟ او FPS بوست رو تازه باید بزنم. FPS 50 60 70 74. اگه به 80 برسه خیلی خوب میشه. 70 ثابت شد. آخرش لگم کم داشت. اگه اینجا یه بایم چری بود، عشق بیلد کردم. ولی منم همینجا رو دوست دارم. اینجا یه چشمه کوچولو موچولوه، این ور دریا، این ور کوهه، اون ور کوه سنگیه. ولی من دوست دارم بیشتر. آخ لگو البته گناه چیه، گوشی من داغ کرد. خودم علاقه دارم که او آی یخزا بگیر استیو یخید. البته این استیو نیم اسکی رو خودم اسمون اسکلت. خودم این ویو رو بیشتر دوست دارم. ویو ره. خب بچه ها اینجا میشه جای بیس ما. حالا تو کامنت ها بگین آخ. خب توی این کامنت ها بگین عشقا خونم رو کجا بسازم؟ روی زمین، روی هوا، روی کوه، هر کدوم که بهتره. بعد دوباره میگم اگه این ماد پکن میخواین حتما تو کامنت ها بگین. و چنلم لایک
حساب و زنگوله رو فراموش نکنین. عشقای من. اوهو.